واقعا چی داره این فلافل که اینقدر خوشمزه است؟ نخود باقالی لپه با بیکینگ پودر 24 ساعت خیس میکنم. بعدش میریزم توی غذاساز با پیاز و پیازچه، جعفری و گشنیز و سیر. برای ادویه تخم گشنیز، زیره، ادویه کاری و فلفل سیاه. برای اینکه طعمش تکمیل بشه پودر انبه، نمک و بیکینگ پودر. برای سس شماره 1 مایونز و ماست، شوید خشک، نمک و فلفل، خیار، سیر، لیموی تازه. برای سس شماره 2 ارده و لیمو، سیر و نمک، گشنیز و آب ولرم. ماست و مایونز هم یادت نره. بریم سراغ فلافلا. قالب میزنم و توی روغنی که روی حرارت کمه سرخشون میکنم. در نهایت با نون پیتایی که خودم درست کردم یه ساندویچ درست میکنم و جاتون حسابی سبز.